دوستی من و مورچه کوچولو. سلام، من مانی هستم. 7 سالمه. امروز میخوام ماجرایی رو براتون بگم که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یه روز آفتابی توی حیاط نشسته بودم و با لگوام بازی می‌کردم. همون موقع یه مورچه کوچولو اومد کنارم. اول ترسیدم پامو بگشه، ولی دیدم یه تیکه خرده نان روی زمین پیدا کرده و زور میزنه که ببره. من با خودم گفتم چه کار سختیه برای این کوچولو. تصمیم گرفتم کمکش کنم. خیلی آهسته یه دونه نون کوچیک گذاشتم جلوش. مورچه چند لحظه ایستاد، بعد با سرعت خندید. البته من فکر کردم که خندید و دوستان دیگه‌اش رو صدا کرد. یه عالمه مورچه از سوراخ کوچیک دیوار بیرون اومدن. همه با هم کار کردن و خرده نان رو بردن. من تعجب کرده بودم که چقدر خوب همکاری میکنن. همون لحظه یه باد تند اومد و لگو منو انداخت. میخواستم گریه کنم ولی یاد مورچه ها افتادم. منم از مامان کمک گرفتم و با هم دوباره لگومو ساختیم. فهمیدم که وقتی تنها باشی کارها سخت میشه، اما وقتی با هم دیگه همکاری کنیم همه چیز آسونتر میشه. از اون روز به بعد هر وقت مورچه ها رو میبینم یاد میگیرم که دوستی و همکاری بزرگترین قدرت دنیاست.